کسایی هستن همینقدر میگم که همین شرایط فعلی را ترجیح میتن و صلح با طالب مثلا در سطح کشور در داخل افغانستان اول، و بعضی ها هستن که پای امریکا را میخواهند یک جنگ نگاه کنن که امریکا قیمت بپردازه، و بعضی ها هستن که رقابت های منطقوی خود در افغانستان بازی میکنن که کشورام است. نگرانی از شکست مذاکرات هم وجود داره. مردم میگن که احتمال داره در نیمه راه پیچیدگی های به میان بیاید، مذاکرات بله شکست بخوره. اگر شکست بخوره پیامدهای مرگبار می داشته باشه. قابل مدیریت خواهد قابل قبول نیست که اعتراض شود. برای هر مشکل راه حل هست و باید راه حل پیدا شود. ما رستیم کمک کنیم. اگر منفعت کشور در سطح اول قرار بگیره و منفعت های شخصی در سطح اول قرار نگیره، من اطمینان دارم که یک راه پیدا میشه و ما اجازه نمیدیم که منفعت های شخصی اولویت داشته باشه و این وعده امریکا به مردم افغانستان.